حقیقتا از ما و شما کلگی سوال شه که یا جناب مسلمان صاحب الله را زیاد دوست داری یا خانومت یا پدر و مادرت؟ والله ملا صاحب الله را زیاد دوست دارم، اما به خانهش رفتن نمیتونم، از امرش اطاعت کردن نمیتونم، به دشمنش دشمنی کردن نمیتونم، به دوستش دوستی کردن نمیتونم. این محبت دروغ است یا راست است؟ الله جل شانه در نص صریح قرآن برای ما فتوای قطعی و ابدالابدی میده که تا زمان الله و رسول را از خود و خانواده خود و خویشاوندان خود و تجارت خود و اموال و اسباب خود پیشتر دوست نداشته باشید، شما در درجه فسق قرار دارین و منتظر عذاب الله باشین. سوره توبه آیت 24 برای ما بیان میکنه.